بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد. بله برادر گرامی، نباید فراموش کرد که اطاعت کردن از پدر و مادر واجب است. واجب است که انسان پدر و مادرش را گوش بکند. البته در معروف، وقتی که تو را به چیزی امر میکنند که در شرع در اصل جایز است، در اسلام جایز است انجام دادن او، فهم دوست عزیز، یا که تو را از چیزی نهی میکنند جایز است، یعنی که تو را نهی میکنند مطابق قرآن و سنت، در این حالت واجب است که پدر و مادر را گوش بکنی، از آنها اطاعت بکنی. اما وقتی که تو را برادرم به معصیت دعوت میکنند، در این حالت سخن پدر و مادر مردود است. فهم دوستان، چگونه ای که در اینجا پدر و مادر امر کردند که همسرت را سر بده، همسرت را طلاق بکن. جای شک نیست که اگر همسر تو در این حالت وقتی که پدر و مادرت را امر میکنند به طلاق کردن همسرت، و در حالی که همسر تو همسر صالحه و عفیفه و پاکدامن است، مؤمنه است، در این حالت سخن پدر و مادر مردود است، زیرا که تو بنده در اینجا ظلم میکنی، در نفس خودت و همچنین در نفس همسرت ظلم میکنی. ظلم کردن حرام است، فهم دوست عزیز. و در این حالت چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا طاعت لاحد فی معصیت الخالق، اطاعت کردن نمیشود کسی را در معصیت الله سبحانه و تعالی. وقتی که تو را پدر و مادرت امر میکنند به طلاق کردن همسرت، در این حالت سخن پدرت و مادرت است مردود است، قبول نمیکنی سخن پدر و مادر را. و امروز چگونه که متاسفانه بعضی برادران شنیدم که حتی اینه که ازدواج میکنند با همراهی همسرش، شوخی میکند، همنشین و صحبت میکند دیگه و دیگر. بعضی برادران شکایت میکنند که مادرامون رشک میکنند. مادر رشک میکند که وقتی میبیند پسرش فرزندش با همراهی همسرش اینه که چه معامله خوب میکند، الفت است در بینشان، مادر رشک میکند. سبحان الله تعالی، این چه مصیبتی است که فرزند جگربند است. المهم دوست عزیز، وقتی که پدر و مادر تو را امر میکنند به طلاق کردن، یعنی که سر دادن همسر، در این حالت جایز نیست که پدر و مادر را سخن آنها را قبول بکنی. چگونه که امام احمد ابن حنبل رحمه الله را وقتی که از او سوال کردند که این ابی یأمرنی ان اطلق، شخصی از او سوال کرد که مرا پدرم امر میکند که همسرم را طلاق کنم، سر دهم همسرم را. امام احمد رحمه الله در جواب فرمود که لا تطلق، گفت طلاق نکن، همسرت را طلاق نکن. و این سوال کننده باز فرمود که الیس عمر امر ابنه ان یطلق امرأته، آیا گفت ای امام احمد عمر رضی الله عنه آیا پسرش را فرزندش را امر نکرده بود که همسرش را سر دهد، همسرش را طلاق بکند؟ و امام احمد در جواب چی فرمود؟ حتی یکون ابوک مثل عمر، حتی گفت پدر تو مثل عمر شود، پدر تو مانند، یعنی که به درجه عمر رضی الله عنه را برسد که عمر رضی الله عنه حق را از باطل فرق میکرد. عمر رضی الله عنه این صحابه جلیل، یعنی که وقتی که سخن میکرد با بصیرت سخن میکرد، با یقین، با علم، فهمو دوستی عزیز، حق را از باطل فرق میکرد و مصلحه را از مفسده فرق میکرد که مصلحه خوبی در سر دادن طلاق کردن همسر، یعنی که فرزندش همسرش، یا که باقی ماندن با یعنی که فرزندش. فهمو دوستی عزیز، حتی گفت پدر تو به درجه عمر رو برسد، در این حالت بعد اینه که پدر تو چیکار بکند؟ فتوا دهد. فهمو دوستی عزیز. و در دوام چگونه که میگه اسحاق ابن راهوی رحمه الله میفرماید که طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء. اسحاق ابن راهوی رحمه الله راهوی میفرماید که طلاق کردن همسر صالحه و پاکدامن عفیفه این از نیکویی پدر مادر نیست. فهمو دوستی عزیز، از اطاعت کردن پدر مادر نیست، بلکه سخن پدر مادر در این حالت مردود است. با تمام احترام که پدر مادر حق بزرگ دارند، ولی که من در اینجا امر میکنند که چه ظلم بکنم در حق این دختر،
در این حالت سخن پدر مادر مردود است دوستان. و الله سبحانه و تعالی برای ما و شما و برای پدران ما و شما توفیق بندگی عطا بکند و هدایتشان بکند، اصلاح بگرداند تمام امت اسلام را. والحمد لله رب العالمین.